سلام، من میخوام بهتون بگم که چجوری اینترنت رایگان بگیرین. حالا من میرم یه سایتی رو میزنم، حالا سایت گوگل. دیگه باز نمیکنه. این سایتی هم که بود از قبل باز کرده بودم، حالا دادم هیچی نداره. نکن ارور میزنه. خب دوباره مطمئن شدیم یه ارور میزنه. ما میخوام برنامه سایفون نسخه 82 رو براتون معرفی کنم که اینجا وقتی نصب میکنید اینجا میاد. باید این تیکا بزنید، میاد اینجا تیکا میزنید، اینجا دقیقا اینجوری پر میکنید، بس سیو میزنید. بعدش منتظر میشیم روشن بشه. روشن که شد بس میشه. خب الان بس شد سایفون. ما میریم. نکن من اینترنت نمیرم، الان میرم من یه جای دیگه مثل کلش آف کلنز. نکته شما باید نه پول داشته باشین، نه اعتبار داشته باشین، نه حجم اینترنت که بتونین کار انجام بدین. حالا کلش باز شد. الان کار کرد. الان به جز کلش آف کلنز یه چیزی شبیه یوتیوب. برای یوتیوب یه ذره ضعیفه چون که حجم میخواد تا باز بشه. خب الان یوتیوب باز نمیشه. ما میریم یه برنامه دیگر رو امتحان میکنیم. شانسمون باز شد. الان باش سب میکنیم تا باز بشه. الان یوتیوب رو اونجور که بخوایم کار نمیکنه. شاید کار کنه، نمیدونم، ولی حتما کار میکنه. تیزه بشه. الان باز شد. باز میشه، صبر کنیم. الان نشونتون دادم
خب کنم بهتون یاد دادیم چجوری کار میکرد و حالا میخوایم سایز گوگل رو ببینیم چجوری باز میکنه باز کرد. شما باید سایفون نسخه 82 شما باید این نسخه رو دانلود کنید و حتما باید اینجا میگردید دانلودشون میکنید. این با نسخه هایی که تو کافه بازار یا اپستور داره فرق میکنه. ما منظورمون از این نسخه برنامه بود. خب دوستان عزیز فعلا شبتون خوش. بدرود.